مردمی حاصلاباد وخش دعوا دارند یک صاحبکار راه به سوی خانه‌شان را بسته در جای بنگاه طبی، کتابخانه و خوابگاه آموزگاران این عمارت محتشم را غیر قانونی بنیاد کرده است. همه اینجا پوشیده بود، دکترخانه بود، جای این پنسه می‌خواست مردم همه شهر میره پنسه گیرک میره، یک خونه را میشنه میره. ما یا 13-14 ساله دکترخانه نداریم. یک کسل بیمار میشیم کی کجا میریم؟ آدمی تکنیکادار میره و به تکنیکش میبره میمیسته. در اداره زمین بخش بر رادیو آزادی گفتند این زمین را به تاج‌الدین گلوف به خاطر ساختمان بینای جدید بنگاه طبی دادند و او غیر قانونی آنجا منزل زیست ساخته است. خیرمان بودی ناکا استقلال دورو بودی جا جبرو او بودا که این قشلوق این طرف او میخورده که همه را این تماختم که این نیستش رای ما بودا که اینجا جوی رای ما بودی اینجا در فریب کنه که اینجا اسکلادور آزاده همینجا را بانو میدودارش که اگر گلو توجدی میامی اکای نمی خیلی میگریزه سوی به حق نمیاد در شنبه خودش که یگون کس نمی خیلی چورا در همین رایون دوده ما که ملیسا شامی خیلی بو طرفداری نمیکنه او میگه میگریزن میروان دیگه با همین نمیان که همینجا. ساکنان گفتند چند بار با برادر این صاحبکار خواستند به مصالحه برسند. آنها با ناراحتی از فرهنگ معاشرتی او یاد آورده رخساره میگوید بار هم شوهرش را برای دعوا لط و کوب کردند. من اون زمان تا جادو کردم مرد من جامه دان لط کردم پیشونیش کبود سیاه کردن خرابو کلیت کرد گلف توجدی. رادیوی آزادی توضیح این گفته‌های رخساره را نتوانست از صاحبکار بگیرد. تلاش‌های چند کرته برای صحبت کردن به نتیجه انجام یافت. موضوع بحث با صاحبکار این است که او راه خانه همسایه رخساره را بسته طلب دارد از حساب حولی آنها راه باز کند. دیوارا میگردم الان تلفن میگیرم الان روست الان خیلی راست الان تو تایکو الان تو تا باید دیوار بیاد تو تنها فندم تا الان فندم سالی 70 و 64 65 ریخته فندم یا سیوز داره تو الان را اینجا باید نخم کنم رای او را الان تنها کنم به همسایه باید اینجا خیلی راه کنم. این دو خانواده‌ای که به گفته‌شان مورد فشار این صاحبکار قرار گرفتند با ما حجت‌های زمینشان را نشان دادند. در آن مرز حولی آنها نقاشی شده است. مرا گفتن که راه ترمو چقدر میشیم ما اینجا کتابچی دکترخانه میسازیم. وقتی زمین داکیمیت کردن به نام خچان سرتیفیکات کدا گرفتن اتکاز دبر اومدن انا هوزی میگن من راحت به خانه ای همسایت خوب میگی یا با ای همسایت. ساکنان میگویند که چندین مراتب بر رهبریت ناحیه وخش مراجعت کردند اما با سبب‌های گوناگون داد آنها در رهروهای اداره‌های دولتی گم می‌شود. میگه زمینی ما خریدم برا تو پرزیدنت میگه شکایت که برا زرود میرسم ده. رادیو آزادی از رئیس ناحیه وخش درباره این مشکل پرسید. او گفت که درباره این قضیه خبر ندارد و هنگام مراجعت آن را بررسی خواهند کرد. با من یگان عرض شکایت از طرف شهروندان اوید اشغال کردن زمین‌های شهروندان پیشنهاد شده نیست. اگر پیدا میشه ما در جوگه دیدن برآمدیم. در همین جلسه حکومت نیز از رئیس جماعتی به نام کیرفی ناحیه وخش توضیح خواسته شد. 2012 سال گلوف توجدین این زمین غیر کشاورزی بودگه همون حجت کرده گرفتگه خیلی پرونده‌اش بحث درست می باشد خیلی بحث سودیه همسایگری خیلی ما با سود پیشنهاد کردگی. رئیس جماعت گفت که صاحبکار سال 2012 این زمین را گرفته است. حالا آنکه بحث به گفت ساکنان دهه حاصلاباد از سال 2006 به این سوست. ما 13 ساله راه ندارم یگان تکنیکا خاطی حوالی میاد چی بیرورم. رادیوی آزادی آخرین امید ساکنان این ده است که میخواهند به وسیله آن دادشان را به مقام‌های بالاتر برسانند چون که به حل شدن قضیهشان در سطح اداره‌های ناحیوی باور ندارند. میخواهند دیگر کسی راهی رفت و آمد به خانهشان را نبندد و به داشتن یک بنگاه طبی برای گرفتن یاری تعجیلی حقوقشان را حفظ نمایند.